عاشق رسول اکرم حدیث از پیغمبر خدا بر ما و شما می رساند. ابو هریره را شما می شناسین. ابو هریره همان کسی هست که ابن جوزی در کتاب خودش میگه 5374 حدیث از یاد میدانست. بهترین راوی هست. همه راوی های حدیث ابو هریره دیده از آنها زیادتر حدیث روایت کردگی هست. حضرت میگه بار محافظه من ضعیف شد، از یاد کردن حدیث های پیغمبر برای من مشکل می آمد. با رسول اکرم راجعت کردم. پیغمبر خدا قابلیت محافظه من ضعیف شده است، چیکار کنم؟ میگه رسول اکرم گفت روی مال سرت در بالای زمین پهن کن. میگه روی مال سرم در بالای زمین پهن کردم. با دست مبارک چی نقشه کشید یا چی حرف نویسان. گفت ابو هریره بالای سر کن. بالای سر کردم. چنان دیگر شدم که اگر یک مجلس ساعت گپ میزد همه حرف های رسول اکرم حفظ میکردم، از یاد میکردم. حضرت میگفت اگر شبی که من 12,000 بار سبحان الله نمیگفتم، خواب اون شب برای من حرام بود. یک رشته داشت، میگه حضرت 1000 گره در آن رشته بافتگی بود. 12,000 بار حضرت میگفت سبحان الله، پاک هستی تو ای خدای بزرگ ما. ایرا میگفت حضرت سر در بالش میگذار. همین حضرت چی گفتن؟ گفتن رسول اکرم شنیدم که میگفت که هر کسی که اگر در خاندانش طهارت کند، سر و بدن خود بشوید. امروز الحمدلله که آب گرم هست، صابون هست، خوشبویی در ما و شما هست، بیرون مسجد خوشبویی هست. هر کسی که در خاندان بدنش میشود، لباس هایی که بوی عرق بدن میکند، لباس هایی که چرک است، آنها را یک جانب میگذارد یا آنها را تازه میشود، بی بوی میسازد و در بدن خود میگیرد و قدم زنان به سوی مسجد میآید. رسول الله گفتند که 2 مکافات خدا برای او انسان عطا میکند. این مکافات چی هست؟ تحط خطیئه والاخرى ترفع درجه. اگر همه انسانی که طهارت کرد، بدن خودش شست، لباسها را پاکیزه کرد، جورابهایی که بو میکرد بیرون پرتافت، داخل مسجد شد، لیقضی فریضه من فرائض الله. به مقصد چی آمد؟ به مقصد آن آمد که نماز جمعه که فرض الهی است، فرمان خداوندی است، تا که از گردن خود ساکت کنم. و همین مقصد آمده باشد. مقصدش برای وقت گذرانی، مقصدش برای شرم همسایه، مقصدش برای یک سخنی مسجد بر یکان جای دیگر بردن نه، فقط برای ادا کردن نماز جمعه اگر آمده باشد. رسول اکرم گفت بر همان امت من مکافات خبر بتین. تحط خطیئه والاخرى ترفع درجه. قدم اولش در تمام خطایی که در عمر کردگی است خداوند همش کوره می سازد. دویم قدمی که به سوی مسجد میگذارد درجاتی او را در جنت خدا بلند می سازد. خوش به حال و بندگانی که این شرط شرایطی که در حدیث بر ما خبر دادگی است با همین مقصد بر مسجد ما می آید. این مسجد ما نیست، مسجد همه ما و شماست. این مسجد همه مسلمان هاست. این مسجد نامش است، لکن این داخل چنان تربیه میکند که مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علی شیران خدا را تربیه میکند. الحمدلله که امروز ما و شما اگرچه ما یک بنده نالایق، اگرچه ما یک بنده روسیا هم باشیم، لیکن امروز در اطراف خود یک چند نفری را جمع کردیم و از صحبت خداوند و پیغمبر او به سمع شما میرسانیم.
این ماه ربیع الاول است. ماهی هست که بهترین موجودات و بهترین مخلوق الهی رسول اکرم شفاعت کننده کل امت در قیامت به اذن الهی به دنیا آمده است. روز چهارشنبه اول ابتدای این ماه بود. البته این ماه را همه ما و شما باید دوست بداریم، به خاطر آنی که سرور ما و شما، شفاعت کننده ما و شما در این ماه به دنیا آمدند. حضرت بایزید بسطامی میگوید، چی میگوید؟ میگوید چونین فرمود روز پیر بسطام، ز اسرار حقایق آن نکونام. یک روز میگد این بایزید بسطامی چونین یک سخن شیرین را، چونین یک اسرار پیشینیا را بر ما و شما حضرت خبر داد. بایزید بسطامی را هم میخواهم به شما شناس کنم. حضرت بایزید بسطامی همان شخصی بود که در بسطام، شهر بسطام به دنیا آمده است. این بایزید حضرت جنیدالله بغدادی چی میگوید؟ میگوید این بایزید در بین ما در قدر و در منزلت مثل آنی بود که جبرائیل چگونه که در بین ملائکه ها بود، چگونه که جبرائیل در بین ملائکه قدر و قیمت داشت، این بایزید بسطامی در بین ما همان منزلت و قدر را در بین تمام اولیاها و ولیهای خدا همین مرتبه را صاحب بود. حضرت میگد همین بایزید بسطامی چنان آداب داشتند که وقتی که به مسجد می آمدن میگد حضرت در راه گریه کرده می آمدن و چنان یک آداب داشتند که به مقصد مسجد که می آمدن در راه توف نمی کردن. تا این اندازه حضرت میگد بی نهایت آداب خیلی بلندی داشتند. بار میگد نزد مسجد آمد که شاگرداش شکایت میکند، ساعتها میگه گریه میکرد پیش از داخل شدن مسجد. وقتی از اون میپرسیدن بایزید سبب گریه چیست؟ میگفت حضرت میگفت من خودم را مثل زنی که حایضه است که داخل شدن مسجد برای او گناه است و سبب ناپاک شدن مسجد می شود، خودم را مثل همون زن حایضه حس میکنم. بیرون مسجد می ایستم، از بس که من که بنده گناهگار هستم، بنده خطاکار هستم، در تصورات من، در فکر من این حکمت میگذرد که وقتی که من داخل مسجد میشوم، من آدم گناهگار، مسجد یک موضع پاک است، شاید که این مسجد، این موضع پاک از من آدم معصیت آلود، از من آدم گناهگار شاید که ناپاک شود. چگونه حضرت ها بزمیانی که این قدر عبادت ها داشتند، خاک پای بایزید بسطامی از تمام ما و شما بهتر بود. شبان روزن حضرت ها عبادت داشتند، در وجودشان چنان ترس خدا نشسته بود که شاگردهاش میگد شب بالای بام برآمد همین بایزید بسطامی، تا روز میگد ذکر میکرد، خدا را یادآوری میکرد. وقتی سحر شد بالای بام برآمدیم، نگاه کردیم که بایزید بسطامی در یک کناره بام میگد طهارت شکستگی بود، یعنی پیشاب کرده بود. نگاه کردیم پیشابش کلن همه خون بود. وقتی میگه از او پرسان کردیم بایزید آیا اگر بیمار باشی طبیب حاضر کنیم، این خون از وجود شما بیرون شده است؟ میگه حضرت به جانب ما گشته گفت این درد من طبیب ندارد، این درد من دیگر درد است. بالای بام بودم، گفت به یادم یک خطایی در آوان جوانی کرده بودم، یادم آمد که در جوانی یک خطایی از من گذشته بود.
و در فکر همان چنان به خدا داده شدم، چنان زاره و تولا کردم که فردا اگر از همان خطایی، از همان گناه اگر خدا مرا راست کند و مرا بپرسد، من بر خدا چی جواب می گفته باشم؟ از این خاطر گفت پیشاب من بر خون مبدل گشت. ببین امروز ما و شما، ریشای ما و شما مثل کفن سفید است. 20 سال 30 سال پیش گناهایی که کرده میشینیم، با او را چکار میکنیم؟ یادآوری میکنیم. چی معیشت داشتیم، چی عرق نوشی داشتیم، چی زیناکاری داشتیم. اون معیشت نبود، اون معصیت بود. این شرمندگی است وقتی که ما و شما گناه را یادآوری میکنیم، تا جایی که در عوض او توبه کنیم، از خدا بترسیم. ما و شما یادآوری میکنیم، بر گناه خود باز فخر میکنیم. فعمل المعصیه بقدر صبرک علی النار. پیغمبر میگه ای امتی من، همون قدر گناهی بکن که قوت سوختن را در آتش دوزخ داشته باشی. جد تو آدم بهشتش جای بود. حضرت رومی خدا رحمتش کند میگه بابای شما حضرت آدم روزی که خدا خلقش کرد، اولین آدم داخل جنتش کرد. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. تمام ملائک حضرت آدم در داخل جنت سجده میکرد. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. یک گناه کرد در داخل جنت، خدا گفت بر این گندم نزدیک نشو. با وسواس شیطان حضرت آدم به گندم نزدیک شد، خطا کرد، گندم را خورد، در امر الهی تجاوز کرد. خداوند از جنت بیرونش کرد به سبب یک خطایی، یک گناه. رومی چی میگوید به سوی ما و شما؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا؟ تو طمع داری که امروز تا بیگه فقط و فقط در گناه مبتلایی، در یک چاه گناه آلوده هستی، بزم این باز میخواهی که وارد جنت جاویدان شوی؟ جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، جنت جای پاکان است، جنت جای عاشقان الهی هست. همین بایزید بسطامی گفتند که ابراهیم و موسی و مسیحا چنین فرمودن آن انبیاها، مرا گردان ز امتهای احمد که داری بر محمد لطف بی حد. حضرت بایزید بسطامی میگوید، حضرت ابراهیم میگوید، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه اینها تمنای داشتند، آرزوی داشتند. چه آرزو بود؟ خدایا ما را از آنی که پیغمبر ساختی، از این دیده اگر امت محمد می ساختی، این برای ما فضل بود، این برای ما بهتر بود. زیرا که بر محمد تو بی‌نهایت لطف بی حد دادگی هستی. زیرا که محمد یکی از پیغمبرهای هست که در آخرت همه دامان حضرت بهر شفاعت می قپند. چون این پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چون این پیغمبر ما و شما البته امت هستیم. خداوند در قرآن تعریف میکند و انک لعلی خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه و سلم، چی یک فعل خوب داری، چی یک کردار نغز داری، چی یک معامله حلیمانه داری. خداوند در قرآن رسول اکرم همچنان وصف میکند. من یک معامله نیکی او را بر شما وصف میکنیم، انشاءالله موضوع ما دیگر است. خدا خواسته باشد از مولودهای حضرت، خواه روز جمعه است خواه یگان روز دیگر است، انتخاب میکنیم. ما روزهای جمعه فقط یک ساعتی داریم که خودش ساعتی تبلیغ است، ساعتی هست که یعنی به گوش همه مردم حکم خدا پیغمبری را برسانیم. از این خاطر هر جایی که مولود شود در روز جمعه ما اشتراک کرده نمیتونیم، زیرا که جمعه در جمعه خودمان میمونیم.
اگر کسی که مولود کن است در مسجدهاشان روزهای شنبه یک شنبه اختیار کنند. روزهای جمعه خودش یک ساعتی است که خدای ساعت بهر ما آورده است. بازی را به مولود تبدیل بتیم، باز اگر جمعه به جمعه شیم مثل سال آینده میاییم دیگر هیچ کس را نمیابیم. یک شخص به نام سمامه بود میگد از قبیله یمامه به طرف مدینه آمدند. در دست میگد یک کارد داشتند. وقتی که وارد مدینه شدند با اون شخص حضرت عمر رو پرو شد. از او پرسان کرد تو کی هستی؟ گفت من نفری هستم که دشمن محمد هستم و این کارده که در دست دارم بهر قتل همین محمد صلی الله علیه و سلم آماده کردگی هستم. عمر که طاقت شنیدن این سخنها نداشت، عمر شخصی بود که جان فدای پیغمبر ما و شما بود، دویم یار رسول اکرم بود. لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر پیغمبری بر محمد ختم نمی شد، گفت رسول اکرم، هر آینه بعد من عمر پیغمبر می شد. اینقدر عدالت و اینقدر صدق بر اسلام داشت. حضرت میگد هر دو دست به دست شدند. حضرت عمر میگد لباس های اون مشرک از بدن کشید، کاردی او را از دستش گرفت و برده میگد در یک گوشه از مسجد مثل سگی را که بند میکنی همچنان بند کرد و نزد رسول اکرم برای خبر دادن رفت. پیغمبر خدا را گفت یک شخصی برای قتل تو آمده بود، ما او را دستگیر کردیم، این کاردی که میبینی کارد همون شخص است و همان نفر در یکی از گوشه های مسجد بند کرده شده است. رسول اکرم از جای خود خیستند، آمدند داخل مسجد، دیدند که در اصل آن چیزی که عمر گفته بود همان است و جانب همون شخص نگاه کرد، گفت برای این کسی که دشمن من است طعام آماده کردین؟ حضرت عمر در هیجان آمد، گفت رسول اکرم چی میگوی؟ طعام برای همین مشرک، همین شخصی که برای قتل تو آمده است، اینا باز ما طعام بتیم؟ رسول اکرم خطاب کرد از خانه من رفته شیر تازه بیاره. میگه حضرات دوان به خانه رسول اکرم رفتن، در یک ظرف شیر آوردن. رسول اکرم امر کرد دستهاش بکشایین. دستهاش میگه کشاده کردن، ظرف در دستش داد، شیر یک جایه میگه همش نوشید، کارد در دستش داد، گو به خانت برو. حضرت عمر گو رسول اکرم چی میشود که گردن ای را من بزنم؟ رسول اکرم توجه به عمر نکرد و حضرت عمر میگه پیش از آنی که این شخص از پیش رسول اکرم دور شود گفت بگو ای مشرک خدا، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، بگو کلمه طیبه را. لیکن این شخص میگه خودداری کرد، نگفت، رفت یک چند قدم رفت، میگه و پس گشت آمد نزد پیغمبر خدا، میگه بزانو زد گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. عمر در حیرت مان گفت ای شخص، گفت الحال من بر تو این کلمه طیبه را عرضه کردم، چرا نگفتی؟ و بعد چند قدم گشته آمدی باز گفتی؟ گفت اگر در اون صورت من کلمه را عرضه میکردم، هر آینه بر من میگفتید که از حساب آنی که ما اسیرش گرفتیم، از حساب آنی که در سیاست ما افتاد، یعنی از ترس جان ایمان آورد، من که آزاد شدم همچون مستقل از پیش ما که دور شدم، گشته آمدم ایمان عرضه کردم برای رضاگی خدا و برای معامله خوبی که پیغمبر بر من کرد. ببین چگونه یک پیغمبر حلیمی داشتیم. اسلام ما همچنان است. اسلام ما همچنان معامله بر دشمنهای خدا میکنه. موعظه ای که الحال داریم، این سوال و جواب هایی که در پیش من ایستادگی است، اینها را میخوام به سمع شما برسانم، زیرا که خیلی از حد زیاد شده است
باز چندین سوال ها در پیش ما منتظر جواب هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دامنای عزیز. یک نمود شپرک را اوراح میگویند و آن را آرد میکنند. آیا این درست است؟ یک شپرکی هست که در خانه ما و شما ارواحکش میگیم. وقتی داخل میشود ما و شما را در حال ارواحهای گذشته من یادمان میآید. یعنی از ما ارواحهای گذشته هست. همین شپرک برای همون آمده است گفته ما و شما را یک یادآوری میکنند. لیکن در اصل این اصل ندارد. این ارواح به منزله شپرک نیست. ارواحهای ما و شما خاندان ما و شما می آید. ارواحهای ما و شما برای خاندان ما و شما، برای نظارت زنی خودش، فرزندی خودش، خانه خودش چگونه معامله در او خانه است برای خبرگیری می آید. نظر میکنند که از خانه بر بحر او آیا یگان طعام، آیا یگان خیر احسان، آیا 2 رکعت نماز خوانده می شود یا نه. البته می آیند. لیکن شما میتونین ارواحهای خودتان با قدر زوررسی خودتان از خیر احسان چیکار کنین؟ خشنود بسازین. با نمازها خشنود بسازین. این ارواحکی که میگیم اینا البته اصل ندارن. این هم یک مخلوقی خداست. فصلش میشود، پیدا میشوند، هر خانه داخل میشوند. اگر بر همین بهانه هم اگر خانه‌ای که خیر احسان نداشته باشد با فکری همین اگر خیر احسان کرد اینش هم خوب است. السلام علیکم دامنای عزیز. در قبر با کدام زبان سوال جواب میکنند؟ در قبر چگونه ای که جمعه پیشین رسول اکرم فرزند خودش ابراهیم گفت تو را میپرسن خدای تو کیست؟ بگو خدای من الله یگانه است، پیغمبر او پدر من است و دین او اسلام است. یعنی وقتی که ما و شما داخل قبر میشیم ما و شما را در نزد منکر و نکیر سوال و جواب کردن این کار آسان نیست. انشاءالله من صفت منکر و نکیر را بر شما در جمعه های آینده بیان میکنیم که منکر و نکیر چگونه هستند. اینجا فقط رحمت الهی لازم است که خداوند بالای ما و شما رحمت خودش پایان کند تا که ما به سوال های منکر و نکیر با آزادی جواب بگیم. منکر و نکیر با زبان عربی ما و شما را میپرسد، لیکن خداوند بر زبان ما و شما همین زبان با آسانی چکار میکند و بدل میسازد. ما با زبان خود منکر و نکیر جواب اونها را چکار میکنیم؟ اگر خدا خواسته باشد عملهای ما و شما زائد باشد ما بنده نیکبخت باشیم جوابشون را با آسانی میگوییم. السلام علیکم دامنای شیرین سخن. از شما خواهش داریم که سوال ما را با پررگی جواب گردانید. بعضی عائله های هستند که مادرانشان را اپا یا کیانگه میگویند. آیا در نزد خداوند گناهگار هست یا نه؟ نه، گناهگار نمیشوند. اگر مادر بگین از همه در بهترین همین است. پدر بگین یا به لفظ آذری که ما و شما آتا میگیم یا اتا میگیم اینو بهترین هستند. از اوی که مثال ینگه میگین، از اوی که اپا میگین، اینا البته در راست مادر استفاده کردن اینها از روی منطق خطا هست. لیکن مادامی که نیتی ما نیتی همچون مادر همچون یک برای احتراز باقی ندارد، لیکن خوب میشود که ما و شما آچه و آتایی که داریم کلمه ها همینا را استفاده کنیم، این بهتر است. از کلمه هایی که مامشکه و از کلمه هایی که موی سفید حذر کنین. عیب است، عیب. این شما اگر از مدنیت حساب کنین یا که شرم کنین حیف شمار جوان. خواب در دهن همتا جوانی که شرم کند که پدر خچه آتا بگد یا شرم کند که مادر خچه آچه بگد یا مامشکه یا که مثال موی سفید. این چی است؟ اینا نه مدنیت است نه پیشرفت است. همون آچه و آتایی که ما و شما داشتیم
همچنان ما و شما با فرزندان میراث بگذاریم، این بهتر است. داملای محترم، من پدر و مادرم را گفتم مرا زن بده. او برای من گفت رفته خودت کار کنه زن بگیر. آیا پدر حق دارد یا من؟ در بعضی از حدیث ها در گردن پدر و مادر 4 حق است. یکی نام خوب ماندن، یکی فرزند را خط نکردن، یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و 4 فرزند خاندار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز این جمعیت، این شرایط، خود همون جوان خود فکر کنند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. امروز این پدر و مادر ما و شما باز منتظر ما و شما هستند. ما خود کار کنیم، خود پدر و مادر را نان بتیم و بزم این باز خود خاندار شیم. این بهتر است از اینکه پدر و مادر ما و شما دقت میتیم، پدر و مادر ما و شما مثال حقهای خودمان بالای او میپرتاییم، از این در خدمتشان کنیم، عائله دار شیم، دعاشون بگیریم. این برای ما و شما بهتر است. نگردیم از پسیانی که پدر ما حق دار است که مرا زن بتد بیستیم مطلی او به یگان کار دست درازی نکنیم. اینم خطا هست. السلام علیکم دوستان عزیز. من سوالا را مختصر جواب میگیم زیرا که به همه سوال ها نمیرسیم. من از شما خواهش میکنم که این سوال ما را جواب دهید. ما با یک رفیقم نشسته بودیم. رفیقم ناخونهایش را بریده بخورد. من به او گفتم که برای چی ناخونهایت را میخوری؟ او گفت که من رزقم را زیر پا نمیگذارم. این سوال مرا جواب دهید. البته این ناخونی که ما و شما از ناخونهای پا میگیریم یا دست میگیریم این رزق نیست. اینا حرام است خوردنشان. مادامی که اگر این رزق باشد میشود یا نه. من از شما خواهش دارم که این سوال مرا با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که میکش بی نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ثیابک فطهر. خدا میگه وقتی که تو بالای جای نماز میبرای ذکر بر من میکنی، لباس ها تا پاکیزه کن، لباس ها تازه باشند، بعد تو ذکر خدا را بکن. اگر در لباس شما در کدامش نباشد، خواه روگیش باشد، خواه تاگیش باشد، بی نماز باشد، نماز شما جایز نمیشه. و فی ثیاب البزلتی، حتی عباره مختصر بین میگوید اگر لباس چیرکین باشد، بوی میکردگی باشد، اون نماز میخواندگی ثواب ندارد. از چیرکش، از بوی لباس هم پرهیز کنید. اگر نجاست آلو باشد یا بی نماز باشد، به طریق اولا نماز ما و شما درست نمیشه. السلام علیکم داملای شیرین سخن. علم شما را خدا باز دوچند گرداند. اول من به بیماری قند مبتلا هستم، در حق من یک دعای شفا کنید. دویم، بعداً آیا تلبنده را دشنام کردن، از خانه پیش کردن گناه نیست؟ این کار را کسی کرد که دستی رسا و با دولت است. برادرایی که به کسل قند مبتلا هستند، علال خصوص در این جمعیت ما، در این محله ما هم و این کسل قند چندین نفرها مبتلا هستند. علال خصوص این سوال دهنده هم طلب شفا کردن، خدا همگیشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزی بسازد. و این سوالی که کردن، آیا تلبنده را از نزد خانه دشنام داده و از خانه پیش کردن و زمیانی که دستی رسا دارد آیا جایز است یا نه؟ آیا گناه نیست؟ البته گناه است. خدا در سوره والضحی و ما و شما تذکر می دهد
و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که تلبنده خانه شما وارد شد، شما بالای تلبنده گپی سخت نگین، یعنی در تلبنده را دشنام نتین، تلبنده را از نزد دروازه پیش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دستت رسا باشد چیزی بر او عطا کن، اگر لباس زیادتی داشته باشی بر او عطا کن تا که لباس بدنش نو کنه. شرط نیست که تو به همین 10 درم و 20 درم جان تعظمو که از بزم دولتی داشتگید تو خلاص کنی. اگر میتونی جوانمردی کن، خدا دولت بر تو داده است، بهر این داده است که دست یک تلبنده را بگیری، دست یک همسایه را بگیری، دست یک طالب علم را بگیری، برای یک برادرت یک کتاب بخری، برای همین دولت داده است. دولت برای چی دیگر هست؟ رسول اکرم چی میگوید؟ در حدیث مبارک میگوید، هر وقتایی که اگر متنهای عربیش نمیگم، ابو هریره روایت میکند، وقتی که انسان سحر از خواب بیدار میشود، 2 ملائکه بالای خانه همان شخص میفراید. یقول احدهما، یک تای همین ملائکه چی میگوید؟ اللهم اعطی منفقا خلفا. خدایا اگر همین بنده تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند، همین بنده تو سخی باشد، خدایا اگر 1 سوم همین بنده صرف کند، در عوضش 700 سومش عطا کن. و یقول الاخر، لیکن ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا. پروردگارا اگر همین بنده ای که دولت دارد، همین بنده ای که سهولت دارد، اگر همین بخیل باشد، دست درازی نکند، تلبنده را از نزد در براند، دست درازی به سوی همسایه نکند، خدایا این ممسک است، این بخیل است، مالی را تلف بده. این دعای ملائکه هست در حق آدمی که بخیل است. از این خاطر هیچگاه ما و شما بخیلی را پیشه نکنیم. زر و نعمت اکنون بده کان توست. سعدی میگه در بستانش، زر و نعمت اکنون بده کان توست، که فردا بیرون ز فرمان توست، که فردا از دست تو میرودی. تو امروز بالای این مال تو سرداری داری، همین روز بته. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. بر همین دنیا تو میتونی، بر همین مال و اولاد چیز چارت میتونی که آخرت بخری، تو بخر که فردا پشت دست میگزی دیگر فایدت نمیکنه. برای همین البته این دولتداری هم غنیمت است، این کم بغلی هم خودش یک حالتی است که تیز گذراست. من به شما یک حکمت خدا را میگم، یادم آمد انیس المؤمنین گفتگی کتابی هست. در همان انیس المؤمنین چی میگوید؟ میگوید یک روز مثل همین سوالی برادر کرده است، یک زن با همراه شوهر در پیششان میگد مرغ بریان بود، طعام میخوردن. به ناگاه یک فقیر، یک طلبنده در اونها را کوفت، در اونها را تق تق کرد. اجازت داخلش دادن، داخل شد، آمد نگاه کرد که این زن و این شوهر هر دو در پیش مرغ بریان دارند، خورده ایستادند. زن میگد به جانب اون شوهر چی گفت؟ شوهر گفت این آدم طلبنده است، این فقیر است، چی خوب میشود که همین مرغ پیش او بگذاریم، ما که دولت داریم، سهولت داریم، فردا باز میخوریم. شوهر چی گفت؟ شوهر که آدمی بخیل بود، آدمی تنگ دست بود، گفت این طلبنده را از خانه بیرون کنید. طلبنده را از خانه بیرون کردن. زمانها گذشت، حکمت خداست، چندین سال میگه از بین گذشت. همین مرد ثروتمند دولتش از دستش رفت، فقیر شد، گدا شد. زن که طاقتی بر بیمالی این شوهر نکرد، بر بی دولتی این شوهرش طاقت که نکرد، گفت شوهر مرا طلاق بده. شوهر طلاقش داد، از دست این میگه شوهر بیرون شد، رفت و یک شوهر دیگر میگه در نکاح خود در آورد که او خیلی با دولت بود. روز میگه در همون خانه نشسته بود، همین زن با این شوی نوی با دولتش مرغ بریان میخوردن. بناگاه میگه یک طلبنده داخل شد. طلبنده داخل شد،
تق تق کرد، گفت چیزی بر من عطا کنین. این شوهر که آدمی سخی بود، خدا ترس بود، گفت زنه گفت این مرغ بریان برده به دست همین آدم تلبنده بدی. برد، میگه بالای لالی و در دست همین تلبنده عطا کرد و میگه گریه کرده به پیش شوهرش آمد. شوهر گفت برای چی گریه میکنی؟ برای همین یک مرغی که ما در راه خدا خیر کردیم برای همین گریه میکنی؟ زن گفت نه، گریه من برای این است که همین شوهر من بود، همون شوهری با دولتی که من داشتم امروز همین نزد من با دروازه من طلبیدنی آمد. این شوهر نوی با دولتش چی گفت؟ گفت تعجب نکن تو ای زن، همون مردی که در خانه شما طلبندگی در آمده بود همون من بودم، خانه شما داخل شدم، بر من مرغ ندادین. حکمت خدا را ببین، با دولت مناس، با مهنت ملال که این هر دو را زود از زوال. با دولت نازیدن لازم نیست، با فقیری و تنگدستی نازیدن لازم نیست. برای چی؟ برای فقیری که شما دارین، برای این در هر جا عرض شکایت نکنین. میگد که این هر دو را زود از زوال. اینها زود است که یا دولتدار به دولت می شود یا آدم فقیر به دولت می شود. حضرت سعدی گفتند همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این دنیا را قاعدش همین است، گه بالای زین سواری، گه زین در پشت ته است. برای همین هیچگاه هر کسی که پیش ما دست دراز میکند خدا شما را دهنده کند، هیچ وقت گیرنده نکند. شما بتین چیزی دارین عطا کنین، انشاءالله خداوند خیر دولت شما را زیاد میکنه. پیغمبر ما و شما به خدا قسم میخورد والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، ما نقص مال عبد بالصدقه. اگر کسی که در راه خدا صدقه میکند، به خدا قسم گفتن محمد که مال او کم نمی شود، مال او زیاد می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. یکی از مخلصان اشدی شما، دو شخص قهری اند. یکی از آنها در مسجد پیش در آید، نماز دیگرش درست می شود. خواهش میکنم که پرتر بفهمونید. دو آدم قهری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او میدراید نماز او قبول می شود؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ رسول اکرم میگد من کان له کینون فلیس له دینون. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنید؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دمیهی مثل که خونی او را تریزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا می شود. این برادر توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ میلش بی غضب نمی شود. غضب کردین، قهری کردین، تیز با یک دیگر قطعی آشنا شین، باز در پای خدمت یک دیگر شین، نه اینکه سالها با یک دیگر قهری بسین. کسی قهری است چی است؟ حتی شب قدر بین، یک روزه شب قدر عبادتش 84 ساله ثواب دارد. همین شب قدر در محروم است آن شخصی که قهری هستند از ثواب همین شب قدر. همان آدمایی که قهری هستند محروم هستند از ثواب این با نصیب نمی شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش میکنم که سوالم را با پورگی جواب دهید. در توی ها و در نوروزی ها گلبز میگویند، حالا این درست است یا نه؟ گپ های بی شرم میگویند. دخترها و پسرها باشن با دقت گوش میکنن. مادامی که خود جواب همین سوال گفته اید، گلبزم هایی که میشود بین خواهر ما و شما و بین بگه مردهای بیگانه از کجا صحیح میشود، از کجا درست است؟
کجا درست است؟ و این گوش هایی که ما و شما با شنیدن این گل بعضم ها حوالش میکنیم، فراموش نکنین که خدای شما میگد این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چشم های شما، گوش های شما، تمام اعضای شما در روز قیامت در بالای شما مسئولیت دارند. برای هر یک اعضایی را که در راه خطا تو صرف کردی، برای اینها در نزد خدا جوابگو هستی. هیچگاه جایز نیست و هیچگاه در این معرکه ها اشتراک نکنین، زیرا که البته شما مثل همون شخصایی میشین که در همون معرکه اشتراک میکنن و گناهکار میشوند. دامنای شیرین سخن، السلام علیکم. خدا شما را صحت سلامت نگه دارد. شما فخر کلاب ما هستید. ما نیز بنده عاجز و دوستدار شریعت اسلام هستیم. دو سوال دارم. کدام گونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و در کیها داشتن سگ جایز است؟ دویم سوال، اسلام چی معنی دارد؟ چگونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و برای کدام انسانها سگ در خانه نگه داشتن جایز است؟ پیغمبر ما و شما حدیث های مبارک نویساندم، میگوید لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب و سوره. این ابو هریره ابی طلحه روایت میکند. حضرت میگوید پیغمبر خدا گفت که ملائکه های رحمت در خانه که سگ هست و در خانه که صورت هست داخل نمی شوند. شما ای مردم مسلمان از خاندانتان صورت های بی‌معنی را دور کنین. خاندان همه ما و شما به صورت ها تبدیل یافته است. خانه جین و شیطان شده است. صورت ها را از خانه هاتان دور کنین، صورت پرست هم نشین. و سگ ها هم در خانه بدنش چی هست؟ سبب این است که ملائکه های رحمت در خانه ما و شما داخل نمی شوند. برای کیها جایز است؟ رسول اکرم میگه شخصی که اگر رمه داشته باشد، شخصی که اگر زمین داشته باشد، برای پاسبانی زمین، برای پاسبانی رمه و اگر حولی کلان در خانه داشته باشد، برای او انسان هم سگ داشتن گناه نیست. یعنی حولی هایی که ما و شما داریم در اینها سگ نگاه داشتن جایز است، مگر سگ در داخل خانه راه دادن در کار نیست. خانه‌ای که ما و شما میشینیم در او طعام میخوریم، در اونجا جای مثال خواب ما و شماست، در همون داخل خانه جایگیر کردن سگ جایز نیست، در حولی باکی ندارد. خب اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معناش همین است که در همه امرهای قرآن و سنتهای پیغمبر تسلیم شدن این اسلام است. اسلام معناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر نبین. این اسلام ما و شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف جایگیر است. این بهترین دین در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آنی است که ما و شما در آخرت از حساب همین دین اسلام در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند الله الاسلام. و درستی این که دین در نزد من اسلام است. همین اسلام ببین که امروز اگر چنده که دشمنان اسلام دین ما را به دین تروریستی و دیگر حواله میکنن، آن کسانی که این سخن نسبت دین ما میگن خود اونها تروریست هستند. چی جای تروریستی دارد دین اسلام؟ در وقتی که امین بایزید بسطامی را ما به شما یک قصه شا بگم. از بسطام حضرت در میانش یک تخم را بست میگد برای در راه خوردن. اسلام آداب شبین، رحم شبین. آمد به شهر حمدان رسید، بین چند صد کیلومتر طی کرد. وقتی که در یک حمدان نشست خواست که همون تخمی که همراه خداوردگی بود برای استعمال استفاده کند،
نگاه کرد که پری مورچه هست. حضرت میگه هم تا پیچوند، گفت این مورچه های همون شهر باستان هستند. شهر بستام، همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این من اگر در شهر حمدان حاضر اگر اینها را من کشاده کنم، اینها همه سرگردان می شوند. اینها را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتن بستام آمدن، همون مورچه ها را در شهر خودشان کشادن. ببین این رحمه بی انصافه بی اسلام. ببین چگونه دین است. دین ما و شما دینی نصیحت است، دیگر هیچ چیز ندارد. سلام علیکم داملای عزیز. سنی مذهب از شیعه مذهب چی فرق دارد؟ سنی مذهب نیو مذهب ما و شما که اهل سنت و الجماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند، خدای یکه و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست. هر جا که یک آدم خداگو باشد اون برادر ما و شماست. از شیعه مذهب ها در دشمنی کردن، دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگرچنده که تفاوتی دارن، فرقیتی دارن، نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستند، اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادند. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. السلام علیکم داملای محترم. با این سوال ها جواب گردانید. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین را تواند خواندن مرد نباشد میتوان تلقین کند؟ میتواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع جان است هیچ کسی نیست که یاسین بالای او بخواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالتی که نزع جان میشود یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی میتونیم که زنی که اگر یاسین نمیتواند بیاید تلقین همون مرده کند، با که ندارد، هیچ جای گناهش نیست. دویم سوال، زن میتواند مرغ را یا حیوان کلانی را ذبح کند؟ به طریق اولا میتواند. زن برای زن کشتن مال گناه نیست. همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کند. زن شد گناهکار میشود. سلام علیکم داملا. خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنید تا مردم ملا را از جادوگر فرق کنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا می نامند. آنها یگان آدم را به اسلام به نماز دعوت نمی کنند. خیلی مادام همتا باشد دیگر چی جای شهر دادن شد؟ وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند، ما و شما را به مثال اسلام دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرند، در صورتی که فالبین جادوگر باشند و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یک کلمه را فراموش نکنید. وقتی که در یگان کسی را جادوگری میکند بگین جادوگری کرد، ملاگی کرد. نه، این ملاگی از جادوگری فرق دارد. این جادوگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش می آید. السلام علیکم داملای عزیز. به همین سوال من جواب دهید. به حاجتخانه بی‌طاقی در آمدن اوبال است؟ من به حاجتخانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بی‌طاقی نداره. راست میگه. در یکی از فتواها ما به چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سر لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادتش همین است که هر جایی که اگر یک بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند.
از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین، شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه یعنی شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث، خدایا از این نجاستی که مرا آزار میدهد خدایا این را از بدن من دور بساز گفته با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجتخانه شو و سر خطا بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جین به تو نرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دولا عزیز. من از شما همین را پرسیدنیم، ملت پرستی چگونه هست در قیامت؟ ملت پرستی را چگونه سزاوار است؟ ملت پرستی در اسلام ما و شما نیست. این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها الناس، ای مردم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد، خواه تاجیک است، خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست. ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد. من ندانم، لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست. رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است؟ برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. برای ما خواه ملت عرب است، خواه ملت تاجیک است، اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست. السلام علیکم داملای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر به عصبانیت و به مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جوابی نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق میشه. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنید. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتوا کاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم داملا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد. زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشید، زن طلاق شده است. فرق نداره. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. او چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید،
یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق می شود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهمات برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لکن طلاق نتین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. این برادری که در اینجا خیر کرده با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنین خدا مادرش رحمت و مغفرت گورش پر نور بسازد و فرزنداش خدا عمر دراز با برکاتی با توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است اینها را خدای مهربان به درگاهت مقبول بسازی و ماه مولود پیغمبر خداست. این بندگان خیر احسان کردگی را خدایا به شفاعت پیغمبرت موفق بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال هایی که باقی مانده است انشاءالله میبینیم جمعه آینده کنی و شاید به جمعه های آیندهش باز یک سوال جواب دیگر انشاءالله تشکیل میکنیم.